أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب بابی که امروز میگیریم انشاءالله از کتاب ریاض الصالحین باب الرجاء هست. باب در مسئله رجا یعنی چی؟ یعنی امیدوار شدن. امیدوار شدن به چی؟ به رحمت الله تبارک و تعالی. یعنی ما طاعت و عبادت مون میکنیم و امیدوار هستیم به رحمت الله تبارک و تعالی. از دستمون میومدگی کارهای نیک میکنیم و امیدوار هستیم به رحمت الله، یعنی که از رحمت الله ناامید نیستیم. انشاءالله که الله ما را شامل رحمتش میکند. خب در همین مسئله اکنون صاحب کتاب امام نووی برای ما و شما دلایل تقدیم میکند، پیشکش میکند. اولا چند آیت میارد، بعد میگذرد به قسم حدیث. خب اکنون میگه که قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی. اولین آیت رو میارد میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. الله سبحانه و تعالی میگه قل، بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای امتانت که الله سبحانه و تعالی میگوید یا عبادی الذین، ای بندگان من، کسانی که ای بندگان من، یعنی همون بندگان من که اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردن به نفسهایشون، یعنی ظلم و ستم کردن بر نفسهایشون. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباشید از رحمت الله تبارک و تعالی. ای کسانی که ظلم و ستم کردید بر نفسهایتون، یعنی طاعت و عبادت رو خوب انجام ندادید، بگم کارهای ناشایسته کردید، اکنون شما میگه لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباشید از رحمت الله تبارک و تعالی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هر آینه الله تبارک و تعالی میبخشد تمام گناهان را. تمام گناه را الله قادر و توانا است که ببخشد. انه هو الغفور الرحیم، هر آینه الله سبحانه و تعالی هست که غفور و رحیم است، یعنی بخشنده و مهربان است. الله صفتش همین است که می بخشد، لیکن با صفت مهربانی هم دارد. هم بخشیدن و هم مهربانی الله تبارک و تعالی یک جا هست که انشاءالله می بخشد و ما را شامل رحمتش میکند. خب این یکم آیت درباره ما باید ناامید نباشیم، یعنی چی قدر عمرمون گذشت، اگر کارهای ناخوب و ناشایسته هم کرده باشیم، امروز حق رو درست رو فهمیدیم، باید رجوع کنیم به سوی الله تبارک و تعالی، باید بازگردیم به سوی الله تبارک و تعالی و ناامید نشویم که ما نصف حیاتمون در جاهلی و در کارهای ناشایسته رفته است. رو به رحمت الله بیاریم. خب این یکم آیت. دویم آیت و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه هل نجازی الا الکفور، یعنی که الله سبحانه و تعالی میگوید ما جزا و سزا نمیدیم مگر کفور را، مگر کفور. کفور کی است؟ کفور کسی که ناشکر است. فهمو انسانی که کفر نعمت میورزد. الله سبحانه و تعالی میگه ما جزا میدهیم که را کسی را که کفر نعمت میورزد، کفور هست. خب بعد از این آیت بعدی و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه این آیتی که هل نجازی الا الکفور، هل رقتی الا ترجمه نمیکنیم، نجازی الکفور ترجمه میکنیم. اگر که ترجمه کردیم آیا هل نجازی، آیا سزا میدهیم مگر انسانی ناشکر و ناسپاس را. فهمو؟ اگر که ترجمه کردیم به این طریقه است. اما پیشتر گفتیم که حل الا ترجمه نمی شود، نجاز الکفور ترجمه میکنیم، ترجمه اون درست و سالم هست. بعد از این الله سبحانه و تعالی میگوید، باز آیت بعدی را میارد امام نووی میگه که وقال تعالی ان قد اوحی الینا ان العذاب على من كذب و تولی. این هر آینه قد اوحی الینا، واقعا وحی شده است برای ما، وحی نازل شدگی است برای ما، ان العذاب، هر آینه عذابی الله تبارک و تعالی، علی من کذب، بر کسی است که تکذیب و انکار کردگی است الله را، بر کسی است که تکذیب میکند، انکار میکند احکام الهی را، و تولا، و روی گردانیده است. یعنی هر کسی که روی میگرداند یا تکذیب و انکار میکند
عذاب الهی را، اون هست شایسته عذاب الله تبارک و تعالی. ان العذاب، هر این عذاب لایق اون انسان هست. خب بعد از این آخرین آیت رو میارد امام نووی میگه که و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که و رحمتی وسعت کل شیء، یعنی و رحمت من در بر گرفتگی است همه چیز را. رحمت من در بر گرفتگی است همه چیز را، یعنی که رحمت الله شامل همه چیز هست، شامل تمام چیزها هست. خب اینها بودن آیات ها در مسئله رجا، یعنی که امیدوار شدن از رحمت الله تبارک و تعالی. اکنون شروع میکند به حدیث ها رو میارد. حدیث 412 وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال، از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی هر کسی که من شهیده، هر کسی که گواهی بدهد، شهادتی بدهد ان لا اله الا الله، هر آینه نیست معبود بر حق بجز الله، تنها الله شایسته و سزاوار عبادت است، وحده الله به تنهایی، لا شریک له شریک در بر الله تبارک و تعالی وجود ندارد، و ان محمدا عبده و رسوله، و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله است و فرستاده الله است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنده الله تبارک و تعالی است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. بنده الله است برای کسانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بالاتر از منزلت خودش میگذارند، در بر الله قرارش میتیند، یعنی که صوفیایی که غلو دارند، این رد به همون است که پیغمبر بنده الله است و رسول الله است. این رد بر یهود و نصرانی ها است، یا کسانی که پیغمبر را رد میکند به اونها است که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم یکم بنده الله است، دویم رسول الله است. هر اینها را ثابت میکنیم، بعد میشیم امت محمد صلی الله علیه و سلم. و ان عیسی عبد الله و رسوله، و هر آینه عیسی علیه السلام عبدالله هست، یعنی بنده الله هست، و رسوله و فرستاده الله هست. همچنین عیسی هم بنده الله و رسول الله هست. و کلمته القاها الی مریم و روح منه، و کلمه الله تبارک و تعالی است که القا کرد الله تبارک و تعالی همین کلمه رو به مریم، یعنی کلمه الله تبارک و تعالی. الله سبحانه و تعالی گفت کن، باش، به وجود بیا، که عیسی علیه السلام به وجود آمد در رحم مادرش. و روح منه، و روح از جانب الله، یعنی مخلوق الله هست، مخلوق الله تبارک و تعالی هست و روح از جانب الله تبارک و تعالی هست. و ان الجنت حق و النار حق، و هر آینه جنت حق است، یعنی که این عطف میشود به پیشینه که من شهیده، یعنی هر کسی که گواهی بدهد ان الجنت حق، هر آینه جنت حق است، و النار حق، و نار حق است، دوزخ حق است، ادخله الله الجنت على ما كان من العمل، داخل میکند وی را الله سبحانه و تعالی بر جنت. الله سبحانه و تعالی این انسان را داخل جنت میکند على ما كان من العمل، یعنی بر هر عملی که باشد، هر عملی که داشته باشد، یعنی طاعت عبادتش زیاد باشد اگر زودتر داخل جنت می شود، کمتر باشد شاید الله سبحانه و تعالی زیر رحمتش بگیرد، گناهاش ببخشد و شامل جنتش کنه. که انسانی که این چیزها را داشته باشد اون انسان داخل جنت می شود. این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایتش کرده است. و فی روایت لمسلمین، در روایت مسلم آمدگی است، امام مسلم در روایتش میارد میگه که من شهیده ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله حرم الله علیه النار، میگه هر کسی که گواهی بدهد که ان لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، و ان محمدا رسول الله، و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله است، حرم الله علیه النار، حرام میگرداند الله سبحانه و تعالی برای گوینده این سخن آتش دوزخ را. هر کس این سخن رو میگوید صدقاً و صادقانه و از قلبش میگوید این سخن را، الله تبارک و تعالی برای این کس
دوزخ را حرام میگرداند، یعنی انسان داخل دوزخ نمی شود. خب بعد از این حدیث 413 و عن ابی ذر رضی الله عنه قال، از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم، گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یقول الله عز وجل، میگوید الله عز وجل، الله سبحانه و تعالی میگوید، یعنی حدیث قدسی است. الله سبحانه و تعالی میگفته است که من جاء بالحسنتی، اینجا جاء به معنی انجام دادن هست، و هر کسی که انجام بدهد نیکویی را، حرفی بی را ترجمه نمیکنه، من جاء بالحسنتی، هر کسی که انجام بدهد نیکویی را، کارهای خوب را، فله عشر امثالها او ازیدو، پس الله سبحانه و تعالی میگه پس برای این انسان عشر امثالش است، یعنی 10 برابر ثواب برای این انسان میدیم، میگه الله، او ازیدو، یا از این 10 هم زیادتر میتیم، یا زیادش میکنم از این 10. الله سبحانه و تعالی میگه هر کسی که یک عملی بالحسنت، یعنی یک عملی نیکویی انجام بدهد، 10 تا ثوابش میتیم، 10 برابر ثواب داده میشود، او ازیدو، یا زیاده از 10، از این 10 الله میگه زیادش میکنم. و من جاء بالسیئه، و هر کسی که انجام بدهد بدی را، کار بد را، گناه و معصیت را، فجزاء سیئه سیئه مثلها او اغفر، پس پاداش بدی سیئتون، یک بدی است. اگر انسان یک بدی کرد، پاداشش یعنی در مقابل این یک بدی نوشته می شود، مثلها، مثل همون، یعنی زیادی نمی شود. او اغفرو، یا الله سبحانه و تعالی میگه که من میبخشم اون رو، یعنی که صادقانه اگر توبه کرد و بازگشت، اون گناهانش را، اون سیئه‌اش را، اون کاری بدی انجام دادهش را میبخشم. او اغفرو، یا میبخشم، یعنی که یا یک گناه نوشته میشود یا بخشیده میشود، اما در کاری نیک 10 برابر ثواب نوشته میشود، یا از این 10 زیادتر. الله سبحانه و تعالی برامون این رو نصیب بگرداند. بعد از این میگه و من تقرب منی شبرا، یعنی هر کسی که نزدیکی بجوید به سوی من یک وجب، یا نزدیک بشود به من یک وجب، یا وجب به سوی الله نزدیک شدی، الله میگفته است که تقربت منه ذراعا، نزدیک میشوم من به اون انسان به اندازه یک ذراع. یک ذراع یعنی تقریبا 50-60 سانتی متر، یعنی از یک وجه 2 برابر. الله سبحانه و تعالی میگه که من به اون نزدیک میشوم. و من تقرب منی ذراعا، و هر کسی که نزدیک شود به من یک ذراع، تقربت منه باعا، الله تبارک و تعالی میگه است که من نزدیک میشوم به اون انسان یک باع. باع چی؟ یعنی 2 دست رو میکشایی، از این انگشت دست تا این انگشت دست، یعنی که 2-3 برابر از ذراع زیادتر. الله سبحانه و تعالی میگه من به اون نزدیک میشوم. و من اتانی یمشی، هر کسی که بیاید به طرف من قدم زنان، یمشی یعنی که قدم زده بیاید به طرف من، یعنی آهسته آهسته بیاید، اتیته هرولتن، الله تبارک و تعالی میگه که من به سوی اون انسان میام دوان دوان، یعنی که هر کاری که میکنی به الله کمتر نزدیک شوی، الله چند برابر زیادتر به تو نزدیک میشود. و من لقینی بقراب الارض خطیئه، و هر کسی که ملاقات بکند با من، یعنی که هر کسی که دنیا را ترک بکند، هر کسی که بمیرد، بقراب الارض خطیئه، با همراه خودش به پرگی زمین خطا داشته باشد، یعنی که همون خطای زیادی داشته باشد، اما لا یشرک به شیئا، شریک به الله نیاورده باشد یگان چیز را، یعنی که این انسان خطای زیاد دارد و شریک نیاورده باشد، لقیته بمثلها مغفرتن، الله سبحانه و تعالی میگه من ملاقات میکنم با این بنده به مثل همون خطاهایش بخشش پیشکش میکنم، بخشش براش تقدیم میکنم، یعنی که الله سبحانه و تعالی میگه که من گناهانش را میبخشم، به شرطی که شرک در بر الله نیارد، زیرا اینکه شرک خطرناک ترین چیزی است که رحمت الله را، بخشش الله را از بنده دور میکند، که دیگر بنده نمیتواند به بخشش و رحمت الله نزدیک شود. خب این حدیث رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. این حدیث قدسی است. خب بعد از این حدیث 414 و عن جابر رضی الله عنه قال،
از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت جاء اعرابی الی النبی صلی الله علیه و سلم فقال، آمد میگوید اعرابیه، آمد بادیه نشینه به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفت که یا رسول الله، ای رسول الله، مل موجبتانی، یعنی چی هستند آن دو چیزی که واجب میگردانند، یعنی آن دو چیزی که، آن دو خصلتی که انسان را واجب یکی از مکانها میگرداند، یعنی سبب میشود که انسان یا داخل جنت شود یا داخل دوزخ، همون دو چیز سببش چی است؟ فقال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پس گفتن که من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، یعنی هر کسی که بمیرد شریک نیارد به الله چیزی را، دخل الجنه، اون انسان داخل جنت می شود. یعنی یکم خصلت همین است که اگر که انسان بمیرد تا مردنش در بری الله شریک نیارد، اون انسان داخل جنت می شود. یکم خصلت همین. دویم خصلت و من مات یشرک به شیئا دخل النار، و هر کسی که بمیرد شریک بیارد در بری الله چیزی را، اون انسان حتما داخل دوزخ می شود، اون انسان دیگر داخل جنت نمی شود. ببینید موجبتان، یعنی دو چیزی که واجب گرداننده هستند همینو هستند. طاعت عبادت کردی واجب میگردونه جنت رو برای تو، شرک آوردی واجب میگردونه دوزخ رو برای تو که حتما داخل دوزخ میشوی. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 415 و عن انس رضی الله عنه، از انس رضی الله عنه روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و معاذ ردیفه علی الرحل، و در حال کی حالیه، و در حال کی معاذ رضی الله عنه ردیف پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود در شتر یا در اون سواره، در اون چه که سوار بودن، حضرت معاذ در ردیفش بود، در پشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون شتر سوار بود. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا معاذ، ای معاذ، وقتی پیغمبر نداش کرد که ای معاذ، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک، گفت لبیک یعنی لبی ای رسول الله، و سعدیک یعنی که در خدمتت آماده هستم، به خدمت هستم، به خدمت تیار هستم ای رسول الله. قال یا معاذ، با دفع دیون پیغمبر گفت که ای معاذ، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک، گفت بله ای رسول الله و آماده خدمت هستم. قال یا معاذ، بار سیم گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ای معاذ، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک ثلاثا، گفت بله ای رسول الله آماده خدمت هستم، ثلاثا، سه بار تکرار کرد، چطوری که در لفظ حدیث هم سه بار هست. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سه بار معاذ را فریاد کرد، در سه بارم جواب معاذ رضی الله عنه یک چیز بود که لبیک یا رسول الله و سعدیک. اکنون بعد از سیوم بار فریاد کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، قال، پیغمبر گفت، یعنی پیغمبر چرا سه بار فریاد کرد؟ تو اینکه حضرت معاذ خوب متوجه شود که یک مسئله بسیار مهم، یک مسئله بسیار دقیق براش تقدیم میکند. از این حساب حضرت معاذ رضی الله عنه را سه بار فریاد کرد. پس از سیوم بار گفت که ما من عبد یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله علی النار. پیغمبر بعد گفت که ما من عبد، یعنی نیست بنده، یشهد ان لا اله الا الله، گواهی میدهد بر اینکه نیست معبودی بر حق بجز الله، و ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی میدهد که محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و فرستاده الله است، صدقا، لیکن این گواهیش، این شهادتش باید از روی صدق باشد، صادقانه باشد، من قلبی، از قلبش، از داخل قلبش این سخن ببراید، نه زبانن، نه برای تکذیب و فریب، بلکه از قلبش بگوید الا حرمه الله علی النار، مگر اینکه حرام میگرداند الله سبحانه و تعالی بر همین انسان گوینده دوزخ را.
یعنی هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را از صدقاً و از قلبش میگوید، الله تبارک و تعالی بر اون بنده دوزخ را حرام میگرداند، یعنی اون بنده داخل دوزخ نمیشود. قال، وقتی معاذ این سخن بزرگ را شنید، گفت حضرت معاذ که یا رسول الله، گفت ای رسول الله، افلا اخبروا به الناس، آیا خبر ندهم به این سخن مردم را، فیستبشروا، تا اینکه خوشحال شوند، یعنی تا اینکه مردم خوشحال شوند، آیا مردم را خبر ندهم؟ پیغمبر گفت قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که اذن یتکلوا، پس یعنی اگر تو خبر بدهی مردم را به این سخن که هر کسی که صدقاً از قلبش لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید بر اون دوزخ حرام است، گفت یتکلوا، مردم تکیه میکنن به این سخن، مردم تنبل میشوند، دیگر سعی و کوشش عبادت نمیکنن، از این حساب یعنی که خبرشون نته، پس مردم تکیه میکنن. پس حضرت معاذ رضی الله عنه این حدیث رو برای مردم نرسون، مگر کی رسون؟ فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، پس خبر داد این حدیث را، این کلمه بزرگ را معاذ رضی الله عنه عند موته، در وقت وفاتش، وقتی سکرات موت بود، در حالت سکرات موت بود، حضرت معاذ بعد از این حدیث خبر داد. چرا خبر داد؟ تعثما، یعنی به خاطر آنه که گناهگار نشوم، این علم را، یعنی کتمان علم، پنهان کردن علم نباشد، این علم را با خودم نبرم، گفته حضرت معاذ بعد در اون حالت این حدیث را آشکار کرد و در اون حالت این حدیث را گفت. نباشد تا اون وقت حضرت معاذ سخن پیغمبر را که اذن یتکلوا، پس آنها تکیه میکنن، اگر این سخن را بگی گفته بود نمی گفت حضرت معاذ رضی الله عنه. این حدیث متفق علیه است. پس این است درس امروزه، انشاءالله حدیث 416 درس آینده، کنترک درست ترک است، انشاءالله درس آینده میگیرمش. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.